мавлони хурдсол аз фурӯши сигор фоида мекунад. дар бораи зарари он ба саломатӣ намедонад. агар лоиҳаи нави қонун дар бораи маҳдуд кардани тамоку қабул шавад, ӯро аз фурӯши он маҳрум мекунанд. лоиҳаро вазорати тандурустӣ ва гурӯҳи мутахассисон омода кардаанд. طبق این لایحه خرید و فروش بی‌نظم و دسترسی ساده به تماکو و استفاده آن در طربخانه، قهوه‌خانه و همه دیگر بناهای پوشیده منع می شود. چون استثنا در برخی از مؤسسه ها از جمله بیمارخانه روحی و زندان اجازه استفاده از تماکو در داخل پیش بینی شده است. خودم همین محدود کنی استعمال تماکو این نیز یکی از راه‌های مبارزه با ضد بیماری‌های غیر سیرایتی است. مخصوصا بیماری‌های دل و رگ‌ها، بیماری‌های مغز سر، بیماری‌های سرطانی. توجیکستان سال 2013 اعلامیه عمومی جهانی آید به مبارزه با تماکو را پذیرفته است، ولی قانون فعلا عمل کننده این کشور ضعیف عنوان می شود. پیشنهاد شده است نرخ سیگار چون برخی از کشورهای دیگر از جمله روسیه بالا برده شود. کارشناسان میگویند به این وسیله دسترسی به تماکو کم می شود. یاد دارم وقتی چنین قانون در نیویورک قبول کردند، صاحبان رسانه ها خیلی داد و فریاد کردند که کساد می شوند. اما وقتی قانون مورد عمل قرار گرفت، معلوم شد که تعداد مشتریان طربخانه ها افزود. یعنی مردم دیگر با خانواده و فرزندان به طربخانه ها می آمدند و خیلی راحت بود بدون سیگار آنجا نشستند. بر اساس آمارهای رسمی فعلا در کشور بیش از 500,000 نفر تماکو میکشند که 78% آنها مردان، 10% زنان و 12% دیگر نورسان میباشند. پژوهش‌ها معین کردند که استفاده برندگان سالمند تماکو قریب 80% نمیتوانند تا آخر عمر از این کار دست کشند. نظامی‌دین میرزایفی بازنشسته 51 سال باز سیگار میکشد. وی میگوید اگرچه درباره ضررهای تماکو معلومات زیاد دارد، اما هیچ بار تلاش ترک آن را نکرده است و باور هم ندارد که روز ترک سیگار کند. اگر لازم شود شب برآمده از کجای نباشد اقلا یک دانه یافته میکشد که خواب برد. نگرانی دیگری مسئولین استفاده فراوان نوس میان ساکنان در تاجیکستان است که به گفته طبیبان ضرر آن بیشتر از زیان سیگار است. ана дар чунин шароит нос омода мешавад дар як тағораи калону ифлос, яъне ҳамин тамокӯи майда кардашуда бо калан дар ин қуттӣ омехта мешавад. бубинед нафаре ки нос омода мекунад дастпӯшт надорад ва либосаш ҳам тоза нест. бӯе ки он ҷо мекунад даҳшатнок аст. бренди онҳо ҳам носи 67 будааст. чунин вазн дар дигар нуқтаҳо ҳам ҳаст. این هم در حالی است که گفته می شود شمار نوسکش ها در تاجیکستان نظر به آنهایی که سیگار میکشند خیلی بیشتر است، چون این نوع تماکو ارزان و دسترس تر بوده است. اما متخصصان ساحه تندرستی امید دارند با تصویب شدن لایحه نوی قانون درباره محدود ساختن تماکو از سوی پارلمان، استفاده بری نوس و سیگار کم و زهرآلودشوی از دود تماکو هم کاهش خواهد یافت.